قسمی که همه شما دوستان مطلع هستین، سازمان ملی مهاجرت ایران برنامه ای را روی دست گرفته که برای اتباع خارجی مقیم ایران کارت هوشمند صادر کنه و کسانی که واجد شرایط دریافت این کارت هستند در قدم اول کسانی هستند که کارت آمایش دارند و در قدم دوم کسانی هستند که برگه سرشماری و پاسپورت خانواری دارند. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. بازم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از ویدیوهای زوم چینل. این برنامه طبق اطلاع خود سازمان ملی مهاجرت در 20 آبان 1402 آغاز شد و تا به حال ادامه داره و قسمی که خبرها برای ما میرساند توزیع کارت هوشمند برای کسایی که کارت آموزش دارن تقریبا رو به اتمام است. و حالا خبر خوشی که سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده ای است که توزیع کارت هوشمند برای افراد دارنده برگه سرشماری و پاسپورت خانوار آغاز شده است. قسمی که شما در صفحه میبینید اطلاع سازمان ملی مهاجرت است. البته فعلا این طرح در استان مشهد شروع شده، در شهر مشهد شروع شده و کسانی که برگه سرشماری یا پاسپورت خانوار داشته باشند میتونند با مراجعه به دفتر کفالت شماره 508 بابت دریافت کارت هوشمندشان اقدام کنند که آدرس از این دفتر اینجا واضح نوشته شده که شهر مشهد، قاسم آباد، بین حجاب 29 و 31، پلاک 147. و قسمی هم که اینجا تذکر داده شده این طرح فعلا تنها در مشهد آغاز شده و بقیه استانها به زودی آغاز میگردند. هزینه برای دریافت کارت هوشمند برای کسایی که برگه سرشماری یا پاسپورت خانوار دارند تقریبا 1,270,000 تومان است. یعنی این هزینه برای هر عضو فامیل باید در دفتر کفالت پرداخت شود. بازم تاکید میکنم دوستان عزیز، این طرح فعلا در شهر مشهد فقط آغاز شده، بقیه استانها هنوز شروع نشده و کسانی که در مشهد هستند میتونن با مراجعه به این آدرس و دفتر کفالت شماره 508 بابت دریافت کارت هوشمندشان اقدام کنند، کسایی که برگه سرشماری یا پاسپورت خانوار دارند. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که مفید واقع شود. برای دریافت از آخرین اخبار ویزاهای بشر دوستانه و مهاجرت کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فشار بدید.